روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 22 سپتامبر است. با جمع همکارانم نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را تقدیم شما میکنیم. در این برنامه چنین موضوعها را داریم: مرگ آوازخوانی با استعداد نیکروز نیازوف در تصادف نقلیاتی راننده لکسوس گمانبر. در این فاجعه کی است؟ زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نیکروز را از دست دادیم. عملیات تفتیش مهاجران کاری با موردهای فراوانی پایمالکنی حقوق انسان اکنون در شهر سنت پتربورگ ادامه دارد. دارو و دوا یا زهر در پی سنجشی داروخانه‌های منطقه کولاب ده‌ها عدد محصولات قلبکی و بی‌صفت و هم مهلتش گذشته محو کرده شد. قاچاق هستند یا که پاسیفات هستند یا که بی سرتیفیکات مطابقت هستند. امروز خبری مرگ یک آوازخوان جوان تاجیک بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. پلیس دوشنبه گفت آوازخوان نیکروز نیازوف 28 ساله شب پنجشنبه در یک تصادف مدهش اتومبیلی کشته شد. بنا به فرضیه پیشکی صدمه در نتیجه برخورد دو ماشین گران ارزش نوع لکسوس رخ داده. بنا به منبع‌های رادیو آزادی در این صدمه پسری رکتور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان کامیاب فیض‌الله نقش داشته است. تحقیق حادثه شروع شده است. همکارم فرزان محمدی از محل حادثه گزارش می‌دهد. ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در شهر حادثه گفتند که دو ماشین لکسوس ساعت 10:30 شب 21 سپتامبر به هم برخورد و نیکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کرد. این حادثه در این اطراف روبروی طربخانه بام جهان رخ داده است. پیوندان این آوازخوان جوان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیکروز از ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتاد و از نواحی سرش اساساً زخم برداشت. او را نقلیات تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر در قره بالا درگذشت. میروی جانم به فدایت مرا، سوختم از جور و جفایت مرا، تشنه پیمانه شدم میروی. اینجا نیکروز نیازوف همگی چند ساعت پیش از مرگش سرودی نو همراه با کرامت حبیبوف. علاوه به بازخوانی ترانه‌های مشهور، نیکروز نیازوف از سبک سرارندگان نامدار مبارکشاه و دلیر نظروف پیروی میکرد. چند نوار یک جایش با دلیر نظروف و ناباور چناروف هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. نیکروز جان بسیار بالایوقت بود، گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش این بود که با تکنولوژی زمانه برای مثال اسباب انجام موسیقی مدرن یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان می داشت و متاسفانه افسوس که نمیشه واقع شد. تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نیکروز را از دست دادیم. نیکروز نیازوف خیلی جوان بود و کلاً آرزوهایش را نتوانست عملی بکند. صد افسوس. جسد نیکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بردند. دو راننده نقلیات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم نیست که ماشین ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله اهدمزاده تعلق داشتند یا به نزدیکانشان. چند منبع آگاه رادیو آزادی گفتند کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب قربانعلی رکتور دانشگاه اسلاویانی بوده، در همین مؤسسه تحصیل میکرد. تلاش های ما برای صحبت با مشرب فیض‌الله تا این دم بی‌نتیجه بود. این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه های نقلیاتی قربان میشوند. از جمله دمیربک عالیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه اوگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. در چند تصادف فاجعه‌بار فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان شرکت داشتند. تحقیق آنها ناشفاف گذشته، نتیجه تفتیش ها نامعلوم ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر دوشنبه. در شهر سنت پتربورگ روسیه عملیات تفتیشی سندهای مهاجران کاری
барпо шудааст. Ин гуна амалиёт то ҳол дар дигар минтақаҳои Русия аз ҷумла Москав гузашта буд ва ҳоло акнун дар нуқоти дигари ин кишвар давом дорад. Муҳоҷирони Корие ки бо радиои Озодӣ суҳбат карданд дар бораи ҳолатҳои фаровони поймол шудани ҳуқуқи онҳо ва ҳам беэҳтиромии зиёди полис хабар медиҳанд. Мумин Аҳмадӣ гузориш медиҳад. اینجا پاسبان‌ها هستند پیوسته همه را از مادر حقارت می‌دهند. حاضر گرفته به شوبه میبرم. زود باشید. چی نمیفهمید؟ مهاجران تاجیک از مناسبت دغل و تحقیرآمیز کارمندان پلیس در سنت پتربورگ شکایت کردند. روز 21 سپتامبر ده‌ها مهاجر تاجیک هنگام تمدید سندهایشان به تحقیر و تهدید روبرو شدند. چی مگر نافهما است؟ دمتان را گیرید. شما فقط زوری را میفهمید. آرام استید گوسفندها. مهاجران گفتند که در نزد اداره پلیس نوبت طولانی بود و برخی حتی از شب اینجا بودند. آنها در زیر باران و هوای سرد مجبور بودند که ساعتها انتظار شوند. باید از شب اینجا در نوبت ایستاد و تا سحر انتظار شد. راست خواب ناکرده راست می ایستیم. اینجا معیوبان، کهنسالان و از همه ملت ها برای ثبت نام هستند. احترام به مهاجران به صفر برابر است. نمیدانم اینجا چی میگذرد، ولی آنها شکایت میکنند که غیر روس‌ها خوب نیستند. چرا آنها خود را اصلاح نمیکنند؟ برخی مهاجران به حکومت سنت پتربورگ مراجعت کردند تا شرایط مکان تمدید سندها را بهتر کنند چون مشکل کم شود. مقامات هنوز به مراجعت مهاجران پاسخ ندادند. نیم سال اخیر فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به مراتب افزایش یافته است. مهاجران همیشه از برخورد بد مقامات روس شکایت میکنند. مقامات روس خود مهاجران را در نقض ترتیبات گناهکار میدانند. امروز در میدان ریسپوبلیک یریوان پایتخت ارمنستان گردهمایی اعتراضی ضد تسلیم شوی منطقه قراباغ کوهی ادامه کرد. میان اعتراضگران و پلیس زد و خورد صورت گرفت. در نتیجه ده‌ها اعتراضگر بازداشت شد. در میان بازداشت شده ها اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان هم می باشد. تیوانیان دیروز از طرفدارانش خواسته بود که در میدان مرکزی پایتخت که بینای حکومت آنجا جایگیر است جمع شوند و بینا را به محاصره گرفته پیش راه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را بگیرند. تیوانیان و طرفدارانش به برکناری نخست وزیر نیکول پاشینیان دعوت میکنند. و بیننده ارجمند در این فرصتی برنامه پارچه از برنامه یا نشر نوی گپ آزاد رو میبینیم که این دفعه موضوع ربودن دو مخالف دولت ترکیه از تاجیکستان در آن بررسی شده است. همکاران ما این مسئله را با مهمانان برنامه در میان گذاشتند که این تمایل تا چه حد میتواند به استرداد مخالفان دولت تاجیکستان از ترکیه و کشورهای دیگر اثر داشته باشد. بهانه رو می‌یابد که تاجیکستان می‌خرد определённые одамои дар определённые давлатҳо ба воситаи ҳамон ҳар гуна сиёҳ мекунанд активни лицоя асосан ҳамон нафарое ки аз манотиқи ҳамон эмомалӣ раҳмон фаъоли сиёсӣ нестанд барои ҳамонҳо асосан шикор мекунанд. محترم گدایف شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردند. آیا سند برای بازداشت و یا حجت نشان دادند در وقتی که شما را به دوشنبه آوردند؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید. ببینید در وقتی که از منو از مسکو دزدیدن هیچ سندی ترتیب نداده و فرماندهان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دزدیده آورده در داخل سامالیات در دست مقامات تاجیکستان دادن. یعنی که در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند این دزدی صورت گرفتگی است و این کار اینها حقوق نداشتند چون وقتی که شما به هواپیما وارد میشوید حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبورن در سامالیات یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمام مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
بیننده گرامی برنامه گپی آزاد صبح روز یکشنبه 24 سپتامبر در وبسایت azadi.org و صحیفه های ما در فیسبوک و یوتیوب نشر می شود. از این رو بازگشت به صحیفه های ما را فراموش نکنید. برنامه را پی می گیریم. در کلاب مقامات نظارتی سنجش داروخانه های محلی را انجام داده 10 نفر را برای فروختن داروهای کهنه و یا پاسیفه جریمه بستند. بعد انجام تفتیش صدها کیلوگرم محصولات طبی غیر قابل استعمال به آتش رفت. محمود جان رحمتزاده همکار ما از کلاب گزارش میدهد. این محلول قلبکی اسپیرت از یک داروخانه کلاب مصادره شده است. همچنین دروغی یا کهنه بودن زیاده از 100 نمود دارو افشا شد. با گفته کارمندان ریاست خدمات نظارت تندرستی، فروشنده ها جریمه و داروواری ناسالم برچیده شده اند. نسبت مدیران داروخانه های همین منطقه در منطقه کلاب و مدیرای انبارای بیمارخانه های همین شهر ناحیه کلاب 43 پرونده آغاز کرده شده است و نسبت آنها 88,604 سومی مبلغ جریمه بندی گردیدند. با گفته معاون سردار ریاست خدمات نظارت تندرستی در منطقه کلاب جمعاً 1 تن و 190 کیلو دارو و مهمات طبی مصادره شده است. ماده داروواری که مثلا ما در وقت سنجش دسترس کرده از داروخانه و طبق سند گرفتگیم، این داروواری ها قاچاق هستند یا که پاسیفات هستند یا که به سرتیفیکات مطابقت هستند. این محصولات اکنون نه شفابخش بلکه برای سلامتی ضررناک شمرده می شود. قرار است همه آن سوزانده شود. حالا در منطقه کلاب سر هر قدم چندین داروخانه است. مقامات میگویند تاجران اکثری داروها را از دوشنبه میآورند. هر نیم سال مقامات با این اصول محصولات خطرناک را نیست میکنند. مبلغ محصولات گرفته شده 70,000 سومانی را تشکیل میداده است. اما در این اداره دقیق نگفتند که داروهای پاسیفات را کدام شرکت ها وارد بازار میکنند. گفتند سوداگران از کجا وارد کردن مال خود را پنهان می‌دارند. داروواری به تاجیکستان اساساً از روسیه، قزاقستان، هندوستان و قسماً کشورهای اروپایی وارد شده، کار شرکت‌های وارد کننده برای جامعه چندان شفاف نیست. همچنین بعضی از داروواری در خود کشور استحصال می‌شود، اما سهم آن خیلی کم است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. و یک خبر دیگری روز در برلین هفته آینده ملاقات پرزیدنتان آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آلمان برگزار می شود. در وبسایت پرزیدنت آلمان خبر داده شده است که ملاقات فرانک والتر شتاینمایر با پرزیدنتان تاجیکستان امامعلی رحمان، قزاقستان قاسم جمعت توقیف، قرغیزستان صادر جبارов، ازبکستان شوکت میرزیویف و ترکمنستان سردار بردی محمدov صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان برپا خواهد شد. هنوز موضوع گفتگوها نشر نمی شود و مقامات تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی درباره برنامه سفر چیزی ننوشتند. ملاقات با رهبر کشوری مهم اروپایی در حال برپا می شود که 19 سپتامبر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در نیویورک در دایره ملاقات 35 با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن موضوع توسعه همکاری ها در ساحه های اقتصاد و امنیت و صاحبکاری را بررسی کردند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همینجا به پایان می رسد. می‌داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیک پیدا کنید. خداحافظ.